از محترم پوهانوال دیپلم انجینر محمد اسماعیل صدیقی استاد پوهنځی جیولوژی معدن پوهنتون پلیتخنیک اول تقاضا میکنیم تا مقاله خود را کنیم. با اجازه اساتید والاگوهر پوهنتون‌های داخل افغانستان و اساتید محترم پوهنتون‌های خارج از کشور، مهمانان نهایت گرامی و معصرین عزیز، می‌خوایم توجه شما را به یک موضوع زیر عنوان بررسی تاثیرات منفی گازهای گلخانه‌ای در روند گرم شدن روزافزون کره زمین مبذول بدم. بدون شک گرم شدن کره زمین عبارت از روند است که طی آن درجه حرارت متوسط هوای نزدیک و سطح زمین در نتیجه فعالیت‌های انسانی یا به شکل طبیعی افزایش پیدا می‌کند. اشعه خورشید که به سطح زمین میتابد بدون شک از طول موج‌های مختلف تشکیل شده که همین طول موج‌های مختلف میتواند یک مقدار مشخص حرارت خورشید با خود به سطح زمین انتقال بده. قسمت اعظم حرارت خورشید طول موج بین 290 تا 500 نانومتر به همراه خود به زمین منتقل می‌سازد و زیادترین حرارت را طول موج 480 نانومتر به همراه خود دارد. طول موج‌های بین 380 تا 750 نانومتر بخش قابل رؤیت تشعاعات خورشید تشکیل می‌دهند و اینمی امواج در شرایط مختلف جوی، ارتفاعات مختلف از سطح بر و همچنان عرضهای مختلف جغرافیایی با خود به طور اوسط 45% حرارت خورشید به زمین منتقل می‌سازند و در پالوی از این طول موج‌های بالاتر از 750 تا 1 میلیون نانومتر طیف مادون قرمز تشکیل میدن که جزء تشعاعات نامری خورشید به حساب میره و اینمی امواج به طور متوسط 46% حرارت خورشید به همراه خود به زمین میاره. طول موج‌های بالاتر از 1 تا 380 نانومتر امواج ماورای بنفش تشکیل میدن و این امواج هم به طور متوسط 5 درجه حرارت 5% حرارت خورشید به همراه خود به زمین میارن که بدون شک ازدیاد درجه حرارت کره زمین تحت 4 عامل اساسی ضعیف صورت میگیره. میزان تشعشعاتی که زمین از خورشید دریافت میکنه، میزان تشعشعاتی که از زمین به فضا منعکس میشه، عکس و نگهداری حرارت توسط جو زمین و در پالوی از این تبخیر و تراکم بخارات آب در جو زمین است. بدون شک نور خورشید وقتی که به سطح زمین میتابه کره زمین و هوای چهار طرفش گرم میسازه و نظام جوی طور تنظیم یافته که امی حرارت که زمین جذب میکنه دوباره به فضا منعکس میسازه با طول موج بلند. اینمی در مقابل از این بخارات آب، گازهای کربن دی اکساید، کلروفلوروکاربن ها، اکساید های نیتروژن، میتان و اوزون اینا رو نمیگذاره که از فضای به طرف فضای لایتنی منعکس شوند، دوباره جذبش میکنه و دوباره به سطح زمین میره منعکس میسازه که این موضوع را در این شیما و بسیار خوبی ما شما دیده میکنیم. میبینیم که وقتی که حرارت از خورشید به سطح زمین میتابه در اون قسمت میبینیم که اثر زمین دوباره منعکس میشه. اینجا گازهای مختلفی که بیشتر نامش یاد کردم، کربن دی اکساید، اکسایدهای نایتروژن، کلروفلوروکاربنات و اوزون است. اینا پس جذب میکنن دوباره وسط زمین میره منتقل میشه. اینمی موضوع باعث گرم شدن حرارت کره زمین میشه که امی پروسه‌ای که بادام افتادن حرارت در قبال خود داره شبیه به بادام افتادن حرارت در یک گلخانه است. از این خاطر برای از اینمی نام گرین هاوس افکت یا اثرات گلخانه‌ای رو داره.
مبرمیت موضوع مورد تحقیق است. بدون شک می‌فهمیم که گرم شدن روزافزون کره زمین که در نتیجه فعالیت‌های انسانی شده مشکلات بیشمار زیست محیطی را در قبال خود داشته که از جمله تغییرات بسیار اساسی در الگوی بارندگی، سرازیر شدن سیلاب‌های بسیار مدهش، طوفان‌های بسیار مخرب و همچنان نابودی اکوسیستم‌های حیوانی و نباتی، کاهش محصولات زراعتی، فزونی امراض سرطانی، قلبی، ریوی و ده‌ها بیماری دیگر شده. فلحاظ تحقیق در همچون موارد یک از مسائل مبرم حیاتی به شمار بره تا به اساس اینمی بتانیم از این موضوع جهانی جلوگیری به عمل بریم. هدف تحقیق ما چی است؟ بدون شک انسان در شرایط قدم به عضله سینم گذاشته که با چالش‌های بیشمار زیست محیطی من جمله گرم شدن روزافزون کره زمین در نتیجه افزایش گازهای گلخانه‌ای مواجه شده. بدون شک با اوجگیری توانایی علوم و فنون، استفاده بی حد و اندازه از منابع طبیعی، توسعه بیمار صنعت، تعادل زیست محیطی نه تنها به زیان طبیعت و انسان برهم خورده بلکه لطمه‌های وارده به طبیعت عصبار و تا حد غیر قابل برگشت است که اگر به این موضوع توجه نشه، راه‌های حل علمی جستجو نشه، بدون شک اینمی کره خاکی که خانه مشترک تمام عالم بشریت است یعنی به نابودی مواجه خواهد شد. بنابراین در یک یا کاهش را چطور بتانیم انجام بدیم تا به این اساس بتانیم که شرایط زیست سالم اجسام حیه را در این کره زمین بتانیم زمینش را مساعد بسازیم. به خاطر رسیدن به این هدف ما دو شیوه تحقیق استفاده کردیم. یکی شیوه تحقیق ساحلی بوده که ما ارقام از ریاست محترم حفاظت محیط زیست و ریاست محترم احصایه مرکزی به دست آوردیم و در بخش کتابخوانیشان از ماخذ معتبر علمی و وسایل شبکه اینترنت استفاده کردیم. موضوع مورد تحقیق است. قبل از همه دانستن این موضوع بسیار مهم است که اثرات گلخانه‌ای یک پدیده کاملا طبیعی است که میلیون‌ها سال در جو زمین به وقوع می‌پیوندد. از برکت این گازهای گلخانه‌ای است که تعادل حرارت کره زمین تنظیم میشه. یعنی به این مفهوم است که با موجودیت گازهای گلخانه‌ای درجه حرارت کره زمین به مثبت 15 درجه سانتیگراد و در عدم موجودیت این گازهای گلخانه‌ای که معرف اساسی واسهش کربن دی اکساید تشکیل میده درجه وارد شده و با تشدید اثرات گلخانه‌ای امی حالت از حالت طبیعی بیرون کشیدن و باعث گرم شدن و پیامدهای منفی ازی در این کره زمین شده که دینی برای دو عامل اساسی زید این قسمت نقش اساسی رو بازی میکنند که یکی احتراق مواد سوخت فسیلی است که سالانه 6 میلیارد تن کربن به شکل کربن دی اکساید وارد جو زمین می‌سازد که بدون شک در تجمع گاز کربن دی اکساید در اتمسفر نقش دارد. و دومشان پیشرفت تکنولوژی و فعالیت‌های انسان است که بدون شک در نتیجه است که سهم نسبی هر یک از اینمی گازها را که در اثر گلخانه‌ای وجود دارد در این جدول میتونیم ببینیم. در اینجا میبینیم که کلورفلورکاربنات، میتان، اوزون در تروپوسفر، اکسیدهای نادیدن در مجموع 40 تا 50% در اثر گلخانه‌ای فقط تخصیص دارند. در حال کربن دی اکساید به تنویع 50 تا 60% به خود تخصیص دارند که من حیث عامل اصلی گازهای گلخانه‌ای به حساب میره. بنابراین دیگر اثر متفاوت مجانبه در رابطه به افزایش گاز کربن دی اکساید در جو زمین و تاثیرات منفیش در اخلال پروسه سالم زیست محیطی انجام دادیم که به او اساس تمام مسائل که ما یاد میکنیم در رابطه با ازدیاد روزافزون گاز کربن دی اکساید در جو زمین 270 پی پی ام بوده. اما در سال 2004 این میقدار گاز کربن دی اکساید به 377 پی پی ام رسیدن که اینمی مقدار گاز کربن دی اکساید بسیار زیاد نسبت اینه که فاصله زیاد نداره با اون مقدار گاز کربن دی اکساید که در 55 میلیون سال قبل تا به حال نظیرش در کره زمین دیده نشده و این مفهوم 55 میلیون سال پیش کره زمین من حیث یک سیاره گرمسیر بوده که در اون هیچ نوع یخ قطبی وجود نداشت و سطح آب ابحار نسبت به سطح فعلیش 80 سانتی متر بالاتر بوده. با واسطه دو در سال 2007 رصد گاز کربن دی اکساید در جو زمین تا 384 پی پی ام رسیده که اینمی رقم بسیار بلندتر از رصد گاز کربن دی اکساید در عذاره‌های گذشته بوده.
تحقیقات نشان میده که همواره غلظت گاز کربن دی اکساید بین 200 پی پی ام در دوران یخبندان تا 270 پی پی ام در دوران گرم سال در نوسان بوده. اما در سال 1990 در جهان 22.6 میلیارد تن گاز کربن دی اکساید به فضا چی شده. در این شیما ببینیم و بسیار وضاحت پیدا می‌کنیم که در سال 1960 به یک بارگی میزان گاز کربن دی اکساید در سطح زمین یک دفعه سیل صعودی را پیموده و یک دهه بعد در سال 1970 درجه حرارت کره زمین هم آهسته آهسته زیاد شده رفته. به این سال در دهه 90 سالانه 1% و از سال 2000 تا 2007 اما ساله 3.5% تزاید ازدیاد گاز کربن دی اکساید در جو زمین نشان میده که در این راستا نقش کشورهای چین و آمریکا نسبت به سایر کشورها چشمگیرتر است. تحقیقات نشان میده که بین سالهای 1970 تا 2008 انتشار گاز کربن دی اکساید در کشور آمریکا 28% رشد کرده، اما در این مقطع زمانی ازدیاد گاز کربن دی اکساید در کشور چین 150% رشد کرده و این در حال است که آژانس بین‌المللی انرژی دنیا اعلام کرده بود که شاید کشور چین اندازه گاز کربن دی اکساید را که تولید می‌کند نسبت به کشور آمریکا در سال 2030 پیشی بگیرد. در سال 1980 تا کنون ثبت شده، هدف تا کنون تا سال 2009 که ما یک بار تا سال 2009 فتح ساختیم که به این میگم که ما در انتقیه کردم سال 2010 را من جمله گندرین سالهای کره زمین عنوان کردم. خب به این حساب از این جمله 9 سالی که گذشته 7 سالش از گندرین سالها بوده که در جمع سال 2005 در جمع گرمترین سالهای کره زمین چیش به ثبت شده که در این شیوا و بسیار خوبی ما میتونیم درجه حرارت ببینیم چقدر تفاوت پیدا کردن در